سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و هموطنان گرامی، پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب و به همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمت‌ها و خوبی‌هاش. اما بعد موضوعی که امروز برای شما میخوام پیشنهاد کنم در مسئله شهوترانی و شهوت پرستی رئیس جمهور غیرقانونی تاجیکستان رحمانوف است. اونم باشه ماهی گذشته آخرش ده که رحمانوف دویم باره ثابت کرد، اقرار کرد که زیناکارای، شهوترانای، شهوت پرستای و شهوت دوستورای. من نواره برای شما یک پرچه‌ش میمونم، صحبت با دوام میده. چوه اینقدر خراب هستی؟ یا دیت بکنی؟ نه نمیدونم. کرسی چهارم ها؟ بله. در گروهتون چند تا دختر هستن؟ 27 دختر هستند، 5 نفر پسر هستند. بچه های خوشبخت بودیم. همین 27 دختر تا کرسی چهارم چند نفرش شوهر کرد؟ 10 نفر دختر ماندیم شوهر نکرده یا دیگر 17 نفر شوهر کرد؟ بله. این 10 نفر دم شما میداره؟ نه حالا دار نیستیم. ها من برعکس فهمیدم. دومات شمانده است؟ نه حالا هست؟ نه تلفن داره نیست یکون کسی؟ نه. از روی نقشه هایی که برای به پیش خود کشیدم حالا آله دار شویه فرصتش نآمده است. چی؟ کرسی چهارم ها؟ کرسی چهارم توی میکنی؟ کرسی پنجم دیپلم هم میگیری یا که پیسرم تولد میگیری؟ بعد کار سر میکنی؟ خب در این نوار دیدین که رحمانوف سوالش میته اگرچه او دختر در این باره اصلا فکر نداره، او خودش شناسایی کرد، مکتب شه و تعریف کرد رحمانوف، اما در مقابل تعریف، در مقابل خوبی ها و شعرخوانی او بد گفتاری، بد اخلاقی را نسبت همین دختر روا دید که تو چی با خرابی، برای چی تو شو نداری، چی بعد یگون نمره تلفن نداری، اون که زنگت نمیزنه. و حتی نگاه کنید که طلبه ها را نگاه کنید از ای چی می آموزن، چی یاد میگیرن. میگه که 27 بچه خوشبخت بودن. انا او بچه را دیگه گفتی همین گپی کوچگی ما یا که گپی که مردم ماده خدا داد چون تمام میگه بدرفتاری و بد اخلاقی بد گفتاری کار خوب ده که نماره پیشوامون گفت که کار خوبه خوشبختین شما. نگاه کنید بد گفتاری و بد اخلاقی را رنگی که رسما یا که قانونا برای مردم پیشنهاد کرد که خوشبختین کار خوب میکنین که 5 دقیقه خودتون دیگه اوش میدونین باید چی بکنن. ما از چی میگم؟ در جمع داریم کودکس های جنایتی جمهوری تاجیکستان باب 17 آبرو اعتبار ماده 138 اومدگی است که در همین ماده باب 17 ماده 130 قسم 2 بندی ز شخصا شهروندی که با غرض شخصی گناه صادر کرد محروم میشه از آزادی به مهلتی از 5 تا 7 سال یا یکی از 7 تا 12 سال با غرض شخصی. هر نفری که جنایت صادر میکنه مثلا آبرو اعتبار همین دختره یعنی با غرض شخصی کرد، همینجا غرض شخصی بود، از رو قانون گپ نزد، از رو قانون درست هم نمیشود، اینجا غرض شخصی بود، باید که 12 سال حکمی زندان بگیرد تنها برای همین عملش، برای همین گپش. خب با داریم همین کتاب ده باب 18 حرکت زورآوری و خصوصیت داروی شهوانی ماده 139 قسم 1 بندی ا حرکت زورآوری و خصوصیت داروی شهوانی محرومیت از آزادی از 5 تا 7 سال. اگر در
قسمی د بندی زش اومدگی است که اگر هر کسی همین عمل تکرارن انجام بده محروم میشه از آزادی از با مهلت از 15 تا 20 سال. رحمانوف در اینجا حرکتی خصوصیت داروی شهوانی را انجام داد. رحمت میدونه که حتی ببینید بسیاری مردم ما و شما را همین ماده ها قطعی، همین قسم ها قطعی، همین بنده و باب ها قطعی بردن شنوندن، اگرچه بعضش گناه نداشت، یعنی تهمت کردن بردن شنوندنش که این نسبت طلبه، نسبت یک دختر گپی بزب گفت. شما تصور کنید گپی بزب گفت، از یک دختر یا یک پسر فرق نداره، در یک جای گپی بزب میگن، همون دختر میرود در پیش یک ملسه یا یک مقامات شکایت میکنه که یک پسر مرا گفت که نمره تلفن تا بده، یا که یک گپی بزب گفت، و همین ماده میبرند میشنونندش. حق هم دارن، برای که هیچ پسر حق نداره که با دختر دیگر، یعنی محرم نیست، بیگناه های یک گپی بزب بگه، قبه بگه، یگون پسری حق ندارن و یگون دخترم برعکس حق ندارن. یعنی نه مردها نه زنها حق ندارن که با یک دیگر گپی بزب بگن، یا که با یگون قانونی بگیم وطنیمون یا که همی سرقانونی که داریم خلق نظری کنن. موافق قانون باید که همه رعایت کنه قانونه و قانون شکنی نکنه. اما در اینجا دیدین که رحمانوف قانون شکنی کرد. ماده 142 اومدگی است که حرکتی بد اخلاقانه، قسمی د بندی ب، اگر همین عمل شخصی منصبدار استفاده بره از خدمتش، از خدمتی، از مقامش، از خدمت همو دولتیش، محروم میشه از آزادی از 2 تا 5 سال، یا که از 2 تا 5 سال محروم میشه از منصبش. این بود قانونایی که در همین عمل رحمانوف داخل داره و باید که موافق همین عمل ها، همین قانون ها جزا بگیره. جزا میشه جریمه، محروم شدن از آزادی با 15 یا 20 سال، یا که محروم شدن یک عمری از آزادی، یا که محروم شدن از رتبه حربی یا از عنوانهاش، یا مصادره مال ملک. خب حکم قتل که ما نداریم، یعنی حکم قتل. این نمودهای جزای و جزا هم سبکیش داره که نفری که باری اول باشه از جزاش کم میکنن، 10 باشه 5 سالش میتن، یا یکی کودک باشه یعنی نابالغ باشه، حامله دار باشه، یا کودک خور داشته باشه، یا یکی از روی زندگی وزنین به یک جنایت دست میزنه، یا یکی پشیمان میشه و اقرار میکنه، اعتراف میکنه و تسلیم میشه در مقامات، از جزای کم کرده میشن. اما رحمانوف اقرار نشید، توبه نکرد، بخشش هم نپرسید، تسلیم هم نمیشه، برعکس تکرارا انجام میده. شما دیدین که یک عمل 2015 یک دختر گفت که نمره تلفن داری، یا اون که زنگت میزنه، نمره تلفن تا میتیم از پگه همه زنگت بزنه. اما هست یکون کس تلفن میکردگی؟ متاسفانه جناب عالی، متاسفانه نیست. انا ایشالا انا همین برآمد شما را ما تلویزیون در میتیم، از پگاه دیگر زنگ تلفن تمام. جناب عالی، چی دخترو برای را فویشه هم این حقی نداشت، اینجا گپی ننگکی و ناموسکی میروه. و همین عمله با 5 سال بس اینا ببینید در نوروزی که ولایت سوخت رفت، یک دختر دیگر هم با همین گپ تکرارا گفت که نداری یگانه تا چی با زنگت نمیزنن، چی به این خیلی، چی به او خیلی، این حق نداره. دومات شونده است؟ نه حالی هست؟ نه تلفن داره نیست یگان کس؟ نه آب روی همون دختر ریزوند، از پدر مادرش ریزوند. باور کنین اگر این همین عملش دوام دادن بگیرم مخاب کنیم، کدام روزی کدام دختر از همین گپی مردم به خودکشی دست میزنه. باور کنین به خودکشی دست میزنه و اینم باید دیگه آدم همین آب رو در درجه یکم است، میدونین مجبور میشه. ببینید پدر مادرش دیگه چخیل سرش بلند میکنه و رویش کردن. من فکر میکنم میره مجبور بردن همین دختره که شعر بخونه، یا که همه دختری را که وقتی میبرن و نزد امیر مجبور میبرنشون، نگاه کنین با یک
امید رفتن که خیلی شعر بخونیم تمام با اما از جانب رحمانوف دیدن که چی هدیه گرفتن، چی گپ شنیدن که آبروشون ریخت در نزد خشتبار، در نزد هم سویا هم کورسو. ما گفتیم که پیشکی ما چند بار گفتیم که پدر مادر و فرزنداتون راه بگیرین، نه رویش نکنین با استقبال با پیشوازگیری و با سرودخوانی و شعرخوانی. اینا خیلی به آبروتون میکنن. دیدن که چی جواب میگیرن از جانب یک پیونسکای الکش. از نگاه شریعت هم خداوند کریم در بسیاری جای قرآن از جمله سوره انعام آیت 151 میگه که ولا یقربوا الفواحش، با بدی ها و بزشتی ها نزدیک نشین. در سوره اسراء آیت 32 میگه که ولا تقربوا الزنا، با زنا نزدیک نشین. زنا کاری بده، کاری زشته. سوره نور آیت 30 و 31 ده پیامبر خدا را خداوند میگه که استعیذ بالله قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، با مردهای مسلمان بگو که چشمشون پایان بگیرن، نگاهشون کوتاه کنن وقتی که نامحرم میبینن. همچنین با زنها استعیذ بالله قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و الی آخر آیه. یعنی با زنهای مسلمان بگو که نگاهشون پایین بگیرن، کوتاه کنن وقتی که نامحرم یا که مردهای بیگانه را میبینن. خب ما دلیل های زیاد داریم، دلیل های زیاد از شریعت داریم که ما شما مسلمانی باید شریعت هم اطاعت کنیم، گپی شریعت خدا و رسول بگیریم. یا که من عمل رحمانوف محکوم میکنم، همه نگاه دنیا همه نگاه شریعت که این حق نداشت، این حق هم نداره. خب اگر با باب 4 سرقانون جمهوری تاجیکستان نگاه کنیم، این گپای ما با نال میشوه، این را هم فراموش نکنین. در این باره ما صحبت شاید وقتای دیگر داشته باشیم یا بکنیم، اما فعلا ما این عمل محکوم میکنیم، زیرا که این رحمانوف از سیرش نگرفتیم، این را بگیم هیچی نگفتیم. نگاه کنین این دیگه باره که عملی نامحرمانه، بد اخلاقانه، بد رفتارانه و بد گفتارانه شه انجام دادسته. شهوت پرسته، شهوت دوست داره، شهوت گفتاره. این را باید محکوم کنیم. 20 سال باید که با همین عملش تنها بشینه. این گناه زیاد داره. اگر ما جنایت‌های را گناهی را حساب کنیم، با همین ماده را ما میبریم، اما بابها و جزا قطعی را میشنیم، اما با همین عملش فراموش نکنین. این باید بمونه در تاریخ، همین عمل جنایتش باید بمونه که اگر همین زنده موند و سرنگون شد، بعد سرنگونیش که نمرده و فرار نکرد، با همین ماده باید زندان شود. و در زیر نوار میدونم که زیاد کامنتر می نویسین، نفری که طرفداری و میخوای که همین بدبخت بخشش پرسه، اگرچه بیناموسه این بخشش نمیپرسه، ای عملش دستم نکشیدسته پیلوس یا که همون جمعون. خب نفری طرفدارش یا که خشت اومده ای گپوش با دوامش بتا یا قرصک زدین، شما میتونین مینوس مونه که یعنی دوام بتا گپتا عملت خوب بد. حالا اینکه ما میگم که ما محکوم میکنیم این عمله، این حقی نداره. رهبری دولت باید نمونه باشه. شما ببینید نمونه باید باشه که پیرواش ای چی یاد میگیرن. مردم همون جوونا هم کودکا ای چی یاد میگیرن. در تلویزیون با ایشون داد، یعنی همه دید که ها این گپ خوب گفت، انا دیگه از فردا دیگه شاید که دیگه با شوخی بین یک دیگر ها مرا نمبر تلفن تا دوری یگان تا نداری، این عمل واقعی درست نیست. تماما این کار درست نیست. یا هر پسر یا که هر مرد که یک زنی بیگانه را هم خیلی نسبتش گپای قبیح میگه یا که عملی بد رفتارانه و بد اخلاقانه انجام میده، باید بشینه. برای همین ایجاد رحمانوف همین عملا را کرد، همین جنایت کرد، همین جزا قطعی باید بشینه، همین ماده قطعی باید جزا بگیره. دیگه من گفتنی ندارم. خداوند مهربان ما و شما را هدایت کنه و با ناموس و با غیرت بگردانه. آمین یا رب العالمین.